شعر و قصه چیز بگم با این جبل خواهشی دارم حضور عارفل معذرت میخوام و همه شاعران عیب و نقصی جد داره این اشعارم سخت نمیگیرن و ما بزرگواران هر که ایرادی داره از اشعارم انتقادش بیسرم ممنون دارم غیرزی بهتر سرم نوابیده قافیهش تو راه برم گمابیده یه قسم جیلی به آداب دهات ما به رسم مهمونی رفتم بلاد زمسون سرمای شده تا اون محل به سرما عده دارم واری مچل رسیدم تو آواری هفته و نشست فرق سر تانده که پام پاک بیدکست دم فرق قومخی شم در قلبابی تک شکی دم در زدم در خوشبابی صابخونه تا دم در اوم نهام هممو و هر دومو به هم گفتیم خالو سلام فهمیدم که دنخالو خوش میگو این مغرب خدا کنه مهمون نبو بعد احوال توسی و چاختوازه به فرما گفت رفتی ما جا بندازه مان تو خونه نشوندن ریتکی و زنش گفت جد بپرد یه للکی دنخالو دلواپسی رفت پایشاله بعد هرگز مهمونه به چه خاله پیشوم ما افتادن تو فرفزه گاز نداشتن که دریشون بپزه چاله وخیمه که پرتش دنک اونها ری چاله و رختوش لدک ای حف و حف وخیمه چر زمسون بلپد مابی لکسی خونخوشون دست دنخالو ری چاله کمی سخت های مهمون کوفت بخره ورسا گرخت هرچه نفرین بیزدنک و ما گفتش هرچه نفرین بیزدنک و ما گفتش مثل زهر آویسی ما للک سفتش للک و بالنگون هم نفرین داره که این زن ایقت تو همور میاره یه بچه فضولی داشت صاحبخونه که خوش میگرفت هر ساعت بونه ای میخواستی وش بگی معبود مکو خوالتر یک ده میگفت داود مکو هر که هل خوش ای میگفت مکو بچه ترمز فضولیشی و فقط نچه سر ما خود دنگ آیی به سرسلا این هم شد جای اومران هم شور سیما در توها کردم که بعدی ای جیت بمونم سی مهمونی ای شور سهن خلاصه سفره اومر رفت ما رفتیم پاش به چه خورده فضولو دور بواش تا کدیم دستو خوراک برق موره دست پلکو کدیم تو سفره شوسه های مرید پیکنیک بیا واوی بلند للک صاف نمیکد بیلو کردن ما گفتم دوری مونه فرکو بیا شاید برق نومه عزیز تا سوا یعنی میترسم که خارش تو بوتم گیر کنه یا خید نرتکی بوتم خلاصه نصیر نبست شوم خردین مثل آسک خرابو بار هردین بعدشون یه برده مهمون اومه در عمل با جعفرو شیطون اومه خونه پر واوی که ما جامون نبی که رهن بیدیم که جای پامون نبی مش نشسته ایدیم که جای پامون نبی مهمونت بعد یکی دو سه ساعت رسانم جانم خدا گشتیم راحت جامو گفتم بندازم سی خورسیدن خسته بیدم خیلی خشم خورسیدن او شوال سگ بی که قاطر میزهی پلکه پیچ کردم تو جام تا صبحگهی بابیدم تو لیل ها پرمشونه یه بار سگ میمه تو او خونه مخ یخ کردم بری سالم بینم یه بخاری واجورم پاش بشینم یه علادین کنه ای تو خونه بی کبریتی زدیم قره دیونه بی هم صدا میلاتشش هم دیل میکه جون خوب سربوی سفید میکه مریسان صاحب خونه اومد برام مو که از دید چراغ زور بیسترام صبح گر را تابیدم موقع نماز تا کنم اول صبح راز و نیاز بعدی که نماز خوندم رفتم تو جام لور کردم سر داشت بی همسر پام ری چراغ خرابو اوجوش کدیم و جگرخینی کمی چه توش کدیم چه امارا ما بیدن نون که نبی 10 نفر بیدن کسی نونسون نبی بواش و هر چی میگفت کسی نرفت به چه گوت افتاده می مشک جفت ما گفتم که میسی چه ای بچیاد گانه میره انسینون ای تنبلد رفتم بالش سر یکیش با قارقیر دیدم خورخور میکنم نیخر سپیر دو سه تا بنجش کردم بیدار آوی زورکی راسش کردم ناچار آوی یه مشتی ایرگوارد تو فرح مسخری که میگرده تله که کاچاوی چه شمامو به انتظار کجا به نون بسونه نوم زیاد نون که نوم تاریسه سیچه خوبه ناشتا خردن ایتاری سیچه خوبه شو همی حرفال بیدیم که نون اومه بر گفتیم می رفته تو سی خومه او خوشم به این حرفال خندش گرو سرشوخی یه مشت تو چندش گرو گفت بپیچه امیدوارم نون باید تا نقم تو سفرم هر روز صبح یه کاسه آشی خریه سی ناشتا از بس که علف توش بید مزه ندا آشکو هم تر بیده هم تلبرگو جای گوشش توش رفته خیار برگو 4 تا لقمه نون آش دارین با ما و مجبوری خردیمش گرده دوا